رقابت عجیب و باور نکردنی غزال عنایت با شبنم ثریا و رفتار عجیب شبنم ثریا با این هنرمند. شبنم ثریا چرا با هنرمندان افغان حسادت دارد؟ غزال عنایت در کدام کشور زندگی می کند؟ و جواب عجیب و باور نکردنی شبنم ثریا برای غزال. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال عنایت یکی از هنرمندان سرشناس در هنر موسیقی افغانستان بوده است. شهرت و محبوبیت غزال عنایت برمیگردد بعد 10 سال قبل. وی با اجرای آهنگ‌های دوگانه با نظیر خارا استادش در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزای پیدا کرد. غزال عنایت عاشقانه میخواند و عاشقانه آهنگ‌هایش در دل‌های مردم افغان جا میگیرد. ولی جالب اینجاست غزال عنایت همیشه در رقابت هنری با هنرمندان افغان و هنرمندان تاجیک بوده است. هرچند رابطه هنری غزال عنایت با هنرمندان تاجیک خیلی خوب بود، اما بعد از آن که غزال بدون اجازه هنرمندان تاجیکی چندین آهنگشان را دزدید، غزال دیگر رابطه با مردم تاجیکستان نداشت و تاجیکستان را به یک بار ترک کرد. جدیدا رقابت هنری خودش را با شبنم ثریا ملکه صدا در تاجیکستان ابراز کرده است. ولی شبنم بارها بیان کرده است سطح هنر غزال خیلی پایین تر از من می باشد و هرگز من رقابت با این چنین هنرمندان ندارم. غزال در ترکیه زندگی می کند و مصروف کاروبار تجاری و هنریش می باشد. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از تمامی هنرمندان کشور خود خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.